اون روز در مسجد بلخیش رفتیم، یک بیچاره دست خودی قسمی گرفته، این دعا داره، دعا داره. یکی دیگه این پولی عزیز تاشو که بیادر یک نصیحت برات میکنم، دعای قسمی نیست که تو کردی، سمدست آدم وارین تو بگی. حالا باش میگه بابا برادر، خب من دست دعا کردم، خواستم که زیاد عذر به الله بکنم. یک حال مقاله شده نزدیک سال 2 نفر سر دست گرفتن این تو اینطوری چنگاو شده. یعنی قنا میفهمه که و ما یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تو که تعظیم مسجد میکنی، ای از تقوای توست. تو که در مسجد موبایلت خواندنش چالان میشه، تو بی‌ادبی به شعائر الله کردی. از این خاطر در مسجد که در اومدی زود موبایل تا گل کو. بسیاری کسا در موبایل خود خواندن این دیر مانده، باز در مسجد قرار استاد از دیگه. یک روز در مسجد پلخشی رفتم، باور بکن 2 رکعت نمازم من برمی خواندن بی بی شیرینه خواندم. در موبایلش بی بی شیرین چطور کاری خواندن کردم میره.